سکایز برای برعکس امروز اومدیم سری جدید از ماینکرافت سوروایورمون که نه وان بلاکمون رو بریم که اگه یادتون باشه نزن نوع سگ زد. راحت شدی؟ نه راحت شدی؟ نواسته گمین که من تو رو گرفتم انداختم برو دم شه بابا، برو بابا بچه پر. ما که نمیریم، ما سگ جونتر از این حرفایم داده. بله 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 ما که نمیریم و نیم جو من زندگی کنم. اینو میذاریم ما اینجا. و اگر یادتون باشه پارت پیش من گفتم میریم به جای دیگه سفر میکنیم مثل اینجا. اونجا لوتای خفن داره، به اونجا سفر میکنیم تا لوتش کنیم. ببینیم دیگه چه چیزایی داره دیگه. چوب من دارم، بله فکر کنم استیک دارم، خودم 2 تا دارم. بریم کجا رفت؟ من کنجید کرفتین تیبل نداشتم، این بر گذاشتم. بریم کرفتین تیبل رو برداریم. بعدش اینجا بیایم ما اینجا بیایم ما اینجا بیایم یه دونه تبر بسازیم. بعد تبر ساختن آیرونامونو بذاریم اینجا. بچه ها بریم ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. الان ببینیم ما اولین کاری که باید بکنیم اینه که گوشت ببینیم داریم یا نه. داریم. بریم کن بابا، بذار هندونه بخوریم. بریم هندونه رو بخوریم. گوشتمون که پر شد همین تبر رو برمیداریم میریم تو دل خطر. بعد اینجا باید بیاییم ما آیرونینا هم بکنیم دیگه. این همه اونجا منتظر نبونیم بهمون آیرون بده. حیف که دایمن نداره دیگه، داشت خیلی خوب میشد. خب اینجوری باید بشیم، اینجوری بکنیم. فقط باید دعا کنیم. میدونید چی نشه؟ این که داریم میریم برگردیم سرمون اسکلتون نباشه. سوراخ میکنم. آره ردستون بود بابا، گفتم کریپره. به خدا اصلا یه وضعیتیه معلم ما زیاد مشق میده، نمیتونم براتون ویدیو زیاد بردارم. ببخشید اگه کم ویدیو براتون برمیدارم، ببخشید واقعا وقت نمیشه. و بچه ها من برای اینکه بتونم از دلتون در بیارم سعی میکنم پنجشنبه جمعه ها 2-3 تا ویدیو لانگ بردارم بذارم توی پیجمون تا زیاد دیگه جبران کنم دیگه اشتباهمو که نمیتونم زیاد براتون ویدیو بردارم. و بچه من اینجا رو کات کنم تا برم یه ذره چوبینا بکنم بعد بهتون نشون بدم چقدر کندم. خب برای وقت انقدر ما تونستیم چوب بکنیم و الان فقط یه کار میتونه منو خوشحال کنه، این که ببینی اصلا دادا فرار بابا فرار. وای این چه بلای سر من اومد. خودتون دیدید کریپرا رو؟ ببین عنکبوتی. بیا بودو بینم برو بابا هرموناش بردیم غذا بخوریم. غذا بچه ها چرا انقدر کریپر اینجاست؟ نمیدونم چرا. آی بودو زامبی بیا زامبی. من باید تو رو اینجوری بزنم اندازم این دور. برو جهنم. بعد کریپر رو باید بیام اینجوری بزنم. بعد اینکه کریپر رو زدم من باید یه غلطی اینجا بکنم که نمیدونم چه غلطی. وای بچه بدبخت شدم. یا حضرت وای نه ترکتور رو خدا، وای زندگی ما زدن نابود کردن. برو جهنم دیگه نوب سگای
برو جهنم. بدو بینم نوب سگ. وای بچه ها، وای بابا نوب سگ ها برید جهنم دیگه. هرس آدم ها دیگه در آوردید. تبر منو بده. وای جونشم تمام شد. یایرو بابا زدن ترکوندن منو دیگه. برو دیگه. الان من اینجا نصف چوبایی که جمع کردم من باید بدم اینجا رو درست کنم. من میدونم و اینا. ببین بچه ها، یه روزی من انتقامم و اینا میگیرم. یه جا ببین یه خونه درست میکنم فقط برای اذیت کردن این کریپرها. ببینید من این حرفا بهتون کی گفتم. الان پشت میاد کریپر دیگه هم میترکی به خدا. اینقدر کریپر تو این وان بلاک هست. جا نداره بابا، جا داره دیگه. برو دیگه. بله مردم که مردیم. من امشب میخوام برم یه ذره چین راه ها رو درست کنم. به من اینجا میشینم. برو جنم. ای نوب سگ هم منو انداختم خودشون. که بگیریم بکپیم بابا. در مانسترز یا حضرت فیل، یا حضرت نوح. وای الان کم مونده این گوسفندم بکنم ویده زامبی. بابا برو جهنم دیگه. وای تو رو خدا خونم بیایم. وای بچه ها، یا حضرت شیطونه میگه بیام بازی بزنم تو پیسفول. بابا خیلی هم بچه ها جمعیت رو ببینید از کجا دارم میام. بابا اینجا خودم علکی گیر انداختم فکر کنم. برو جان. چند تا اندت جان. در خونه رو ببندم حداقل. بیام بیرون در خونه رو ببندم. ببین من اول باید این اسکلتون رو بزنم. هیچ بابا بدبختی. یه کریپر کمونده بیاد فقط. تو رو خدا یکی اون دوتا رو بزنه. بچه من این ویدیو رو کات کنم تا اینا رو بزنم بعد براتون ویدیو بردارم. تو رو خدا زدن من تیره کندن. ویسه پر جهنم. بله باید با روش هایی که از عمو بروسلی یاد گرفتم باید بیام سوراخشون کنم. برو جهنم. یا حضرت فیل بس کنید دیگه. خیلی هیچی بابا. بذار بیان اینجا بزنمشون. آره بهترین راه همینه. برو جهنم. خواهش میکنم 2 نفرتون حداقل بیفته. نه 1 نفرش. اینا حالا بهترین راهه. حالا برو جهنم. خواهشن تو هم بمیر. آفرین عالیه. نمورد. بچه ها به خدا باگه من چجوری افتادم زیر من؟ یعنی کسی بود پشت سرم؟ آره برم اینا رو بندازم دوباره. به من میگن بروسلی برو جهنم. برو نمیذارم یه دونه بزنید. برو ببینم. برو بابا تو موقعی که یا حضرت کریپر. بابا ولم کن. بابا این چه وضعیتی آخه؟ امشب چرا انقدر زامبی اینا اومده تو خونه من؟ برو بالا تا کریپر نیومده. فای چه وضعیتی. تو رو خدا نکنه در خونه من بدبخت بازه. کریپره. فای بر پدر مادر تو لعنت. برو جهنم دیگه. برو دیگه. نمیخوای بمیری به خدا؟ ببین بابا نو استک چیکار میکنی آخه؟
بر پدر مادر جدت لعنت بیمیر دیگه بابا بسته دیگه. ببین من الان یه کلنگ دیگه برمیدارم میرم انقدر ترش درست میکنم. بیا اینو چرا نمیمیره؟ بابا این چرا نمیمیره دیگه؟ بابا بعد بمیری دیگه. بمیر. من بر پدر مادر شما انقدر لعنتم بفرستم باز کرد مپمو زدید ترکوندید. بچه من این ویدیو رو کات کنم تا برم حداقل یه ذره سنگ ماین کنم، یه چیزی زغالی ماین کنم، حداقل بتونم درست کنم، حداقل یه ذره به اینجا برسم. قشنگ زدم دورون. ببین حالا با این وضعیت من میخواستم برم اون برا 2 بار بابا اومدن یه جوری ریختن سرم به خدا اصلا موندم. این مپا من آتیش بزنم سنگین تره. کلنگ نمیدن نداره. کلنگو بده بینمه. چوب بده بابا چوب بده. تا قبل شب باید بیام خونه تا تورچ گذاری کنم حداقل بتونم شب بکبم. ببین انگار صبح کلیپری نیست، شب که میشه ببین هیچی چش زدیم خودمونه. نزن دیگه خدا وکیلی نزن. توی که آخه نمیتونی بزنی خب چرا داری کرمیز؟ ببین دیگه بابا تو دیگه چرا من نمیمیری؟ مردی؟ وا آیرون داشت پشمام. به خدا این مپ انگار هیروبراین داخلش داره. به خدا زغال یه دونه فقط یزید. به خدا من امرالد نمیخوام، زغال بده. تا حالا انقدر دوست داشتم که امرالد و اینجور چیزا نده بهم، فقط زغال بده. زیر اینا میتونه باشه مثلا جلوی آیرون باشه، نیست چیزی دیگه. وای 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 تو رو خدا. والا به خاطر یه زغال تا حالا من 4-5 تا سنگ بعد نهده بودم. اوف آیرونو بده. دادی آیرونو به ما. آفرین بچه خوب. امرالدو بکن بچه. امرالد هم به درد میخوره. مثلا با این ویلیجرت بیام ترید کنم به درد میخوره. آهنگ گوش میکنید بچه؟ وای بچه ها داشتم میمردم. دیگه من با شما کاری دارم. بله بله بکنم. آفرین آیرون آفرین. دیگه من با شما زیاد کاری ندارم. به من زغال دادید. هی روزگار. به خاطر یه زغالم دارم این همه سختی میکشم. میشه این ویدیو رو لایک کنید داداش؟ به خدا نمیدونید چقدر فش. بیا شانس رو ببین. به خدا هستم چقدر من لگم. بابا ولم کن. نه جورت داری بیا بیرون. وایس
هیچ نمیخوای بیای بیرون نو سگ ببین یا میای بیرون یا بیارمت بیرون اوی نه بیا بیرون بیا بیرون نه. اوخ گوشت اومد بیرون هستن یزید بیا بیرون دیگه اوی اینجا من سیدم ببین وسایل ها میذارم میرم تو جونش من ویدیو رو کات کنم تا اینا رو بزنم بچه ها حرکت رو عشق کنید این دوتا رو انداختم به جون هم گوشتشو بردارم این دوتا رو انداختم تو جنگ برید بجنگید آفرین به خدا عالی است اینا رو هم بذارم تو چی است خب وای چه بد زد منو برو جهنم بابا 2 نفری بریزی آخه نوب سگ برو بابا آی نوب سگ یه دونه اینجوری تاخ نوب سگ من میدونم و این کل این کارای بابا 2 نفر زیادید خب تک نفر آخ یه دونه حالا باید بپرم یه دونه داره ببندم چطوری داداشمی باشم اینجا ببینم تو چه میگی ببین جان تو نمیری ها ببین دیگه رو سگ بدبختمون کردن فکر کنم امروز این ویدیو رو کلا من داخل جنگ بودم واقعا ببخشید اگه وقتتون زیاد گرفته شد الان فقط باید برم این جنگ بعد اون گولی که بهتون دادم و انجام بدم فکر نکنم بچه ها بتونم زیاد برسم بچه ها اینجا نمیرسم اینجا رو بزرگ میکنم من تا اینجا رو بزرگ کنم این ویدیو رو کات میکنم بعد اینکه اینجا رو بزرگ کردم بچه ها اینجا الان من میرم یه مزرعه بسازم باشه ویدیوی بعدی یعنی پارت بعدی پارت 8 میرم اون چون این پارت من گذاشته بودم روی هارد گفتم ببینم تو هارد چقدر ماب اسپام میشه دیدم خیلی اسپام میشه صبحم اسپام میشه بعد دیگه من گفتم دیگه فکر نمی کردم دیگه اینقدر زیاد باشه به خاطر همین عذر میخوام که نتونستم این پارت براتون ببرم اونجا ولی پارت بعد حتما میبرمتون پارت بعد میشه الان منم مدرسه اومدم براتون ویدیو رو برداشتم یعنی الان یه 20 دقیقه است منم مدرسه اومدم یه غذا خوردم بعد اومدم براتون ویدیو برداشتم همین ویدیو رو این ویدیو ها ساعت 6:30 میذارم براتون الان یه ذره اینترنتم کمه ساعت 6:30 اینترنت میگم اینترنت بگیرم بعد براتون بذارم الان فعلا 1 گیگ دارم فکر کنم این ویدیو رو بذارم یه 2-3 گیگی ببرم 1 گیگ اینجور چیزا خب این از این من این ویدیو رو کات کنم تا اینجا رو به مزرعه قشنگ تبدیل کنم برابکس ببینید به چه بزرگی درست کردم نه دیگه در اون حد درت نداشتم و درت هم اون ور کندم و فکر کنم بالای 6-8 بباید 10-12 تا زامبی به اونجا کشم تا بتونم یه دونه درت بکنم به خدا هستن
یه بدبختی داشته اونجا من میکشیدم. بگید تا حالا چند تا باکت ترکوندم؟ 2-3 تا. آیرونامونم که همش اینجا که استفاده نمیکردیم، اینجا برای پسندازامونه، اونجا میکردیم. بله سوراخاشم که میبینید. و این هم بود از ویدیوی امروزمون. و اگر نمیدونی اینجا رو من برای چی ساختم و بری پارتای قبل ویدیو رو ببینی. آره ولی حالا دیگه این همه این کارا رو کردیم و تا ویدیوهای دیگه خدافظ.